سلام دوستان، این دوئل علی گدا با اکبر کوسه همچنان ادامه داره. دوران پسازرخوریه و هفتیرکشای نظام همینجوری دارن ترق و ترق تیر میندازن سمت سر و صورت همدیگه. اگه یادتون باشه دیشب گفتم که خرچنگ نظام صحبت از فصل الخطاب خامنه‌ای کرد، یعنی گفت حرف فقط حرف علی گدا. نکته بعدی مسئله فصل الخطاب. دعواها اگر فصل الخطاب نداشته باشه منجر به تفرقه میشه. فصل الخطاب نظام جمهوری اسلامی در این عرصه های کلام مواضع مقام معظم رهبری آیت الله العظمی امام خامنه ای است. حالا ممکنه یکی بگه منظور خرچنگ عمامه‌دار از مواضع علی گدا چیه؟ اگه منظورش مواضع علی گدا درباره مذاکراته که خب آخه کسی واسش ترم خورد نمیکنه. همین الان دلواپسات چپ و راست قطار دارن مواضع هسته‌ای عظما رو گچی میکنن. پس جریان چیه؟ اینا قرار کدوم مواضع علی گدا رو فصل الخطاب کنن؟ بنده موشکاب میگم منظورش اینه. نظر شما چیه؟ نکته بعدی این است که چه این متن تصویب بشود و چه نشود به حول و قوه الهی اجازه هیچ گونه سوء استفاده ای از آن داده نخواهد شد. اجازه خدشه در اصول اساسی نظام اسلامی به کسی داده نخواهد شد. قابلیت‌های دفاعی و حریم امنیت کشور به فضل الهی حفظ خواهد شد، اگرچه می‌دانیم دشمنان بر روی این نقطه به خصوص تکیه زیادی دارند. بله، منظور نوچه‌های علی گدا اینه که حالا تو دوره پسازرخوری باید مطابق دستورات جدید عظما افسار نظام و سفت و سخت چسبید و نفس جماعت جام زهری رو بروند. باید به همین یه جرعه جام زهر اتمی پسنده کرد و دوباره رفت تو خط عراقخوری و تاخت و تاز تو سوریه و نونخوری از قبل خون ملت فلسطین. نکته بعدی این است که چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید. از ملت مظلوم فلسطین، از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین همواره مورد حمایت ما خواهند بود. نکته بعدی این است که با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. تا اینجا هرچی شنیدید تکتیرای باند علی گدا بود. حالا بریم سراغ هفتیر اکبر کوسه و ببینیم شیخ اکبر کجای علی گدا رو نشونه گرفته. هشدارهایی که شنیده نشد. بیانیه هاشمی بعد از دور اول انتخابات 84. ایران اسلامی راهی جز اعتدال ندارد. انقلاب و نظام اسلامی امروز در برابر گذرگاهی دشوار از ماجراجویی ها قرار گرفته که حیات شرافتمندانه ایرانی ها را تهدید می کند. آنچه امروز بیش از هر چیز دیگر برای استحکام نظام کارایی دارد راه توسعه کشور است. بله، اکبر کوسه دست کرده تو خورجین بیانیه هاشو، حرفای سال 84شو کشیده بیرون تا اینجوری بپیچه جلوی علی گدا و مثل همیشه سوسه بیاد که این نظام درب و داغون یه راه بیشتر نداره، اونم راه وابستگی و خط اکبر شاهیه، یا زهرخوری تشتی یا غرق شدن کشتی. هاشمی در آن سال چه در بیانیه نوشت که هنوز بسیاری با خواندن آن سری از روی افسوس تکان می‌دهند؟ هاشمی سال 84 چه گفت؟
در نهایت هاشمی دلسوز واقعی نظام است و می‌داند کوچکترین مشکلی که در جامعه پدید آید دامنگیر تمام افراد خواهد شد. البته کوسه در کنار رو کردن این بیانیه‌های تاریخ در رفتش باقی حرفاشو میسرونه تو ورق پاره هاش. مثلا درست در نقطه مقابل حرفای علی گدا که گفت جولون دادن تو منطقه ادامه داره، ببینید اکبر کوسه چی تو ورق پارش نوشته. کشورهای عرب نسبت به سیاست‌های ایران تردیدهایی دارند و بحثی تحت عنوان هلال شیعی را مطرح می‌کنند. به هر حال یک سری نگرانی در میان کشورهای منطقه وجود دارد و دیپلماسی ما باید خطی را در پیش گیرد که موجب کاهش این نوع برداشت‌ها و نگرانی‌ها شود. دوئلی که ازش صحبت کردیم یعنی همین. این دوتا باند لعنتی اونقدر تو سر کله هم میکوبن تا در نهایت یکیشون ولو بشه. البته در اون صورت هم تازه اول بدبختی هست، چون نظام لکنتی ولایت باید روی یه پا راه بره. اون وقته که یه مشت من و شما کافیه تا این نظام بی دست و پا رو سود کنه تو زبالدون تاریخ. این همون نکته موشکافانه قضیه است که مخ اکبر کوسه از فهمش عاجزه. موشکار